أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید که باب الوقار و السکینه، باب در مسئله وقار هست. وقار یعنی چی؟ وقار یعنی بزرگواری. و وقار بزرگواری، باب در مسئله بزرگواری و سکینت است، یعنی فروتنی یا آرام طبیعت بودن. خب این باب در این دو مسئله صحبت میکند، بزرگواری و فروتن بودن. خب اکنون امام نووی رحمه الله یک آیت و یک حدیث در این باب میارد. میگوید که قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است که و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، و بندگان الرحمن یعنی بندگان الله، الذين همون بندگانی که یمشون علی الارض هونا میروند در بالای زمین فروتنانه. هونا یعنی فروتنانه. و گفتیم که باب در مسئله سکینه است، یعنی که با سکینه میرود، با فروتنی میرود در بالای زمین. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، و هرگاهی که مخاطب قرار دادن ویها را، یعنی همین بندگان الله را، همین عباد الرحمن را، کی مخاطب قرار داد؟ الجاهلون، انسانهای جاهل، یعنی سخنان ناشایسته شان گفت، یگان گپایشان گفت. قالوا سلاما، این بندگان رحمان میگویند سلاما، یعنی سلام، خلاص، یعنی جوابش نمیتید. وقتی سخن بعد که میگفتن انسانهای جاهل، انسانهای کمدان، پس بندگان صادق الله اونها را جواب نمیدادند. پس این آیت درباره اینه که انسان باید فروتن باشد. و بعد از این یک حدیث دیگر میارد زیر این باب، میگوید حدیث 702 و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی که از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت ما رأیت رسول الله صلی الله علیه و سلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته انما كان یتبسم. حضرت عایشه مادرمون میگوید که ما رأیتو، ندیدم، میگد رسول الله صلی الله علیه و سلم را مستجمعا قط، یعنی مستجمع هرگز ندیدم. مستجمع چی؟ مستجمع انسانی که در خندیدن مبالغه میکند، یعنی آوازی بد یا درک شده و در دوامش میگد ضاحکا، یعنی خنده کند پیغمبر که حتی تو را منه لهواته، که دیده شود پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لهواتش، یعنی که درون گوشتای درونی دهن یا کامش دیده شود. یعنی این طور خنده میگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نداشت. انما کان یتبسم، هر آینه پیغمبر صلی الله علیه و سلم تبسم میکرد، وقتی که میخندید با تبسم جواب میداد، یعنی که با تبسم خنده میکرد خیلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یعنی در خنده کردنش چنان خنده نمیکرد که حلقش بتابد یا که کامش بتابد یا گوشتای دهنش بتابد، بلکه با تبسم خنده میکرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خب این است حدیث 702، حدیث متفقون علیه. با همین این باب با آخر رسید. باب بعدیش باب الندب الى اتیان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسکینة والوقار، یعنی که باب در مسئله، باب ندبی یعنی باب در مسئله مندوب بودن، یعنی که مستحب بودن، خوب بودن، الى اتیان الصلاة، برای آمدن به طرف نماز، والعلمی و آمدن به طرف علم، و نحوهما و آمدن به طرف مانند همین کارهای دیگر، یعنی عبادت‌هایی که هست، من العبادات بالسکینة والوقار، یعنی آمدن به طرف عبادت‌ها با سکینه و با وقار، با فروتنی و با وقار، با بزرگواری آمدن. این همچنین
میگه در شریعت این مستحب است، خوب است. اکنون در زیر این امام نووی رحمه الله یک آیت و دو حدیث ذکر میکند. اولین آیتش میگه قال الله تعالی، گفت الله سبحانه و تعالی و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. الله سبحانه و تعالی میگه و من یعظم، یعنی هر کسی که بزرگ میداند یا بزرگ دارد، بزرگ بشمارد، شعائر الله، شعارهای الله تبارک و تعالی را، یعنی برنامه های الله تبارک و تعالی را، فانها من تقوى القلوب، پس هر آینه انا همین بزرگ دانستنی برنامه های الهی، من تقوى القلوب یعنی از تقوای دل ها است، یعنی از پرهیزگاری است که انسان شعارهای الله تبارک و تعالی را بزرگ بداند و بزرگ بشمارد. خب بعد از این، یعنی این آیت را برای چی آورد؟ یعنی که عبادت از شعارهای الله تبارک و تعالی هست، انسان باید این را بزرگ بداند. وقتی که به طرف عبادت که می روی با سکینه و با وقار باید به طرف عبادتگاه بروی، یا برای کارهای عبادتی باید با سکینه و با وقار باشی. برای همین خاطر امام نووی رحمه الله این آیت رو ذکر کرد. اصل این آیت درباره چی است؟ درباره قربانی کردن است. یعنی قربانی کردن که انسان فکر میکند یک خون ریزانی خالی است و یک گوسفند سرش میزنی خونش میریزد و گوشت دیگران میخورند خلاص، یعنی گویا که هیچ چیز. نه، این طور نیست، بلکه این از برنامه های الهی است، از شعارهای الله تبارک و تعالی است که بالای بندگانش حتمی گرداندگی هست. خب بعد از این حدیث را شروع میکند. حدیث 703. در حدیث 703 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید شنیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که میگوید اذا اقیمت الصلاة، یعنی هرگاهی که قامت گفته شد برای نماز، هرگاهی که نماز را اقامش گفته شد، فلا تأتوها، پس شما نیایید به سوی مسجد و انتم تسعون، در حالی که شما تسعون، اینی که با شتاب هستید. این وقتی قامت میگویند، وقتی شنیدی قامت در مسجد گفتگیان، به طرف نماز ندو، تسعون با شتاب به طرف مسجد، به طرف نماز نیا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه و اتوها، شما بیایید به طرف نماز، و انتم تمشون، و در حالی که شما عادی راه گشته ایستادید. یعنی چخیلی که عادی راه گردی هست، قدم زنان راه گشتن هست، وقتی قامت هم گفتگی باشد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه شما عادی به طرف مسجد بیایید، یعنی که به طرف نماز ندوید اگر قامت هم گفتگی باشد. پیغمبر میگه و علیکم السکینه، یعنی که شما آرامش را رعایت بکنید. و علیکم یعنی لازم بگیرید، سکینه یعنی آرامش را و فروتنی را، پس شما آرامش و فروتنی را رعایت بکنید. فما ادرکتم فصلوا، خب بعد وقتی که به مسجد که آمدید، فما ادرکتم، پس هر رکعتی را که دریافت کردید با امام، فصلوا، پس با امام هم رکعت را بخونید. و ما فاتکم فاتموا، و هر رکعتایی که فوت شد از شما، از دست دادید تا آمدید که امام یک رکعت در رکعت نماز را خواندگی هست، فاتموا، بعد از امام سلام دادن شما بخیزید نمازتون پر بکنید. یعنی که برای قامت گفتن طرف مسجد ندوید و با راه حلش هست، آیسته آیسته بیا چند رکعت را دایره میکنی با امام بخوان، باقی مانده شه بعد خودت اون رکعت را که دایره نکردی بخیز بخوان. حدیث متفق علیه هست. میگه زاد مسلم فی روایت له، یعنی که زیاد کرده است امام مسلم در روایت خودش، یعنی که با این حدیث همچنین امام مسلم هم روایت کرده است، اما زیاد کرده میگه که فان احدکم اذا کان یعمد الى الصلاه فهو فی صلاه، یعنی فضیلت رو بین. میگه فان احدکم، پس هر آینه هر کسی از شما اذا کان یعمد الى الصلاه،
هرگاهی که قصد میکند برای نماز، یعنی نیت میکند برای نماز، از خانه میبرد تا اینکه برود نماز را با جماعت بخواند، میگه فهو فی الصلاه، گویا که اون انسان در نماز است، در راه اومده ایستاده است، گویا که اون انسان در نماز است. برای هم خاطر میگه چیکار کن؟ آهسته آهسته بیا، سراسیمه نشو، شتاب نکن، دوان دوان نیا که در داخل نماز بعد هش هشت ببروید و نفست گرفته در نماز راست بیستی. نه، آهسته آهسته بیا، زیرا اینکه رفتن به این طور جایها، به عبادتگاه ها، آرامش را، سکینه و این را طلب دارد. خب این بود حدیث 703. حدیث 704: وعن ابن عباس رضی الله عنهما، از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که گفت انه دفع مع النبی صلی الله علیه و سلم یوم عرفه. هر آینه ابن عباس رضی الله عنه دفع مع النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی براه افتاد، همسفر شد همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم یوم عرفه، در روز عرفه، در روز عرفه با پیغمبر صلی الله علیه و سلم همسفر شدند، بر راه افتادند. فسمع النبی صلی الله علیه و سلم وراءه زجرا شدیدا و ضربا و صوتا للابل. پس شنید، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم وراءه، یعنی از پشتش، از اون کسانی که با پیغمبر همسفر بودن، از پشت شنید، میگه زجرا شدیدا، یعنی زجر و داد و فغان و چیزی سختی را، زجری سختی را، یا زجرا شدیدن. زجر میشد بگیم که آوازهای شتر، زجر آواز شتر هم میگویند. زجرا شدیدن این آوازهای شتر را سخت رو شنید که شترها بسیار دیگر آواز برآورده ایستادن، و ضربا و زده ایستادن شترها را مردم، و صوتا للابل و آوازهای شترها را شنیدن. فهمو؟ یعنی که شترها را زده و مجبور کرده و که تیزتر به طرف عرفه بروند. پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه شنید این آوازها را، فاشار بصوته الیهم. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه اشاره کرد به همون قمچینش، بگیم به صوتش، همون چیزی که اسب شتر میرونن، همون قمچین، به همون میگه به طرف اون کسانی که از پشتش بودن، به اونها اشاره کرد و گفت ایها الناس علیکم بالسکینه، یعنی ای مردم لازم بگیرید شما سکینه را، یعنی که حفظ کنید آرامش را، آرامش را شما حفظ بکنید. فإن البر ليس بالإيضاع. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که هر آینه نیکویی، بر نیکویی، لیس بالإيضاع، یعنی که با تیز رفتن نیست. ایضاع یعنی که اسراع، یعنی تیز رفتن، یعنی که بیر و نیکویی با تیز رفتن نیست، بلکه آهسته آهسته به طرف ادای عرفه، بعد ادای حج ببرایید، نه سراسیمه و یکی نه شترها را زده زده. حدیث متفق علیه است. میگوید که متفق علیه و روى مسلم بعضه، امام مسلم بعضی از این حدیث را روایت کردگی هست. خب این هست، این دو باب کوتاه. بعد از این باب اکرام الضیف است، یعنی باب احترام کردن مهمان. اینش انشاءالله درس آینده، زیرا اینکه آیات ها دارد، آیات ها کمی توضیح میخواهند و تفصیل میخواهند. انشاءالله درس آینده این باب را خواهیم گرفت. همین از درس امروزه، با همین درس امروزه را به پایان میرسونم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.